السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به همه اعضای گروه انگور و باغ. خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز تاریخ 4 جولای 2024 و 14 سرطان 1403 هجری قمری است. فعلا من قرار دارم در باغچه خودم در ولایت پروان انگور بلک ویلیام یا انگور اولتر نشان میتونم به شما که انگور کاکا سکندر برای ما سال گذشته روان کرده بود. این انگور بلک ویلیام است، انگور کشمش بیدانه، کشمش سیاه امریکایی است. بهترین انگور است. سال گذشته 50 خوشه گرفته بود. امسال هم بسیار پربار است، اگرچه از این قلمه گرفتیم، از این پیوند گرفتیم، بازم بسیار خوشه گرفته، بسیار حاصل گرفته. انگوری است که با آب و هوای افغانستان بسیار مناسب است. از این انگور قلمچه کردیم سال گذشته. فعلا نیالایش موجود است، بعضیش فروختیم و فروش رساندیم، بعضیش موجود است. کسی که ضرورت داشته باشه میتونیم و دسترسشان قرار بدیم. و نیالایش هم فعلا هست، در گلدان شاندگی است. قدش اندازه 1.5 متر 2 متر اندازهش است. و این نیالایش است، فعلا اندازش الی 2 متر است، از 1.5 تا 2 متر. هر کسی خواهش داشته باشه در واتساپ رابطه کنه، ارتباط بگیره، انشالله میتونیم به دسترسش قرار بدیم. در هر ولایت افغانستان میتونیم روان کنیم. تشکر از کاکا سکندر از اینکه این انگور برای ما روان کرد و در آینده انگورهای دیگه که پیش ما هست انشالله ازش ویدیو میگیریم برای شما نشان میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.